شما برنامه خبری آزادی تماشا دارید. اول اجازت بعد بوسکشی. در تاجیکستان مقامات از دوستداران بوسکشی طلب کردند که قبل از تشکیل هر یک سبقت از اداره ورزش شهر و یا ناحیه اجازت نامه بگیرند. تنها پس از گرفتن اجازت نامه تشبسکاران حق پیدا میکنند سبقت بوسکشی را تشکیل کنند. همکارم عبدالله شورف به تحقیق این موضوع مشغول بود. حالا با ما در استودیو است و آماده صحبت. سلام عبدالله. خوب، بوسکشی از قدیم به مناسبت توی عروسی و یا ختنه از طرف افراد دارا تشکیل می شد و برندگان آن با موشین و تحفه های گرانبها قدردانی می کردند. چرا حالا مقامات برای تشکیل بوسکشی اجازت نامه جاری کردند عبدالله؟ سلام شهلا. واقعا سبقت بوسکشی یک نوع ورزش خیلی معروف و معمول در تاجیکستان است. طور مقامات در صحبت با ما گفتند دایر کردن بوسکشی به مناسبت توی عروسی و یا ختنه سور موافق قانونی تنظیم منع کرده شده است و اگر کسی هم به مناسبت توی بوسکشی تشکیل کند او را جریمه های هنگفت منتظر است. اما مقامات میگویند دوستداران این ورزش می توانند چنین سبقت ها را دایر کنند در علاهیدگی بدون توی، ولی تشبسکاران باید نخست نقشه خود را با فدراسیون چاواندازان و پایگاه های اسب دوانی و اداره ورزش محلی زیستشان موافقت کنند. تنها پس از اجازت رسمی اداره ورزش با ذکر سنه و مهلت تشکیل سبقت، تشبسکاران می توانند سبقت بوسکشی را دایر کنند. در غیر صورت تشکیل بوسکشی غیر قانونی دانسته می شود و مقامات می توانند تشکیل کنندگان آن را جریمه بندند. اما به هر حال به من نفهمم ماند عبدالله که هدف از جوری کردن اجازت نامه چی است؟ شهلا، طور مقامات میگویند این ورزش خیلی خطرناک است و در رفت آن ورزشگران و یا تماشابینان می توانند جراحت بردارند. بنابراین مقامات میخواهند دانند که این سبقت کی و در کجا دایر می شود و با آنجا نیروهای میلیسا برای نگاه داشتن ترتیبات و هم دختران را سفربر کنند تا در حالت پیش آمده کمک رسانند. خب عبدالله، طور گفته بودی بوسکشان حتی فدراسیون دارند و رهبری آن بر ذمه شیر محمد شایان است. آیا بجز او باز هستند سیاستمدارانی که به این ورزش میل دارند؟ بله هستند و خیلی زیاد. شاءالله اگر در خارج گلف و یا لیژرانی کوهی ورزش برای ثروتمندان و اشرافزادگان اعتراف شده باشد، ثروتمندان در تاجیکستان به بوسکشی و پرورش اسب مشغولند. بجز از شاهیان اینچنین خانواده مشربوف ها، مرادعلی علی مردانوف سابق نخست وزیر و حالا معاون رئیس و حالا رئیس اگرومینیس بانک، اینچنین بهزاد فیض‌الله زاده رئیس شرکت موبیلی و ویلان اسب‌های تازی و بوسکشی دارند و در سبقت‌های تاجیکستان و حتی بیرون از آن شرکت می‌کنند. در منطقه رشت قناعتشاه لایق‌زاده رئیس این ناحیه و همچنان عضو مجلس ملی نیز از دوستداران این ورزش است و اسب‌هایش در مسابقات ورزشی اشتراک میکنند. دوستداران این ورزش میگویند در برخی از سبقت‌ها راوی‌ها از غالب آمدن اسب‌های مربوط به رستم امامعلی رئیس شهر دوشنبه نیز گاه‌ها اعلان میکنند. عموما داشتن اسب تازی و شرکت در سبقت‌های بوسکشی در تاجیکستان عملاً نشانی آن است که تو شخص خیلی ثروتمند هستی و وارد کلوب رده اول شخصان دارا و سیاستمداران پرنفوذ هستی، چون پرورش و نگاه داشتن اسب تازی خرجات زیاد دارد. خود اسب بوسکشی نیست نرخ گران دارد. به گفته علاقمندان این ورزش تنها خود اسب بوسکشی در تاجیکستان از 15 تا 20 هزار دلار ارزش دارد. تشکر عبدالله برای صحبت فراگیر.